با سلام، با جلسه 15 و جلسه آخر آموزش خط و زبان فارسی در خدمت شما هستم. 4 حرف پایانی که بچه‌ها مونده اینها هست. عین که چند صورت داره، به این صورت، به این صورت و اینها همه اشکال حرف عین هست، مثل شعاع در انگلیسی. عین. حرف چ و حرف و که این هم در فارسی این دو شکلش استفاده خیلی بیشتری داره. حالا من براتون کلمه می‌نویسم با عین. عکس با عین آخر. مربع، عکس مربع. معلم، معلم. این میم برای قشنگیه، شما میتونید اینجوری بنویسید. معلم، معلم، معلم. عمر، عمر که باز از هیچ کدوم از اینا استفاده نمی کنیم. عمه، هی پایانی. جمعه، به دست من دقت کنید، آهسته می نویسم. جمعه. معروف، دوباره نگاه کنید. معروف. عجیب، عجیب. تعجب، این واژه خیلی سختیه. ببینید من چطور می نویسم. تعجب. یه بار دیگه می نویسم. تعجب. شروع، این در پایان کلمه. شمع، این عین. شمع. در واقع این عین ما اینجوری هست. شمع. عسل. آبر. با اینها تمرین کنید تا جلسه آینده با حرف چه و ز هم به شما واژه بگم. خسته نباشید.